اینو میدونستی که امپراتوری هخامنشیان چند پادشاه داشته است؟ امپراتوری هخامنش حدود 14 تا پادشاه داشته. اگه میخوای زندگی هر کدومو ببینی، امیر فکتو دنبال کن و لایک ها رو بالا ببر. تاریخ خاک سرزمین آریایی داره فریاد میزنه تا ما بیایی. پس حالا وقتشه بشنوی که ایران وطن من، همون کشوری که بعد 7000 سال ایران سرپاس، هنوزم دل ایرانیان دریاست. تو هم وطن من اینو از یاد که واسه وطنم منم سرباز. به دست پرچم ایرانو بگو، نگین دست هستی ایران بدون. اعتراض من میشه مثل گلوله شیل.